سلام. در نظام مالیاتی کانادا، اشخاص خود اشتغال موظف هستند عملکرد مالی خود را از طریق فرم T2125 گزارش فعالیت‌های تجاری یا حرفه‌ای ارائه کنند. این فرم مبنای تعیین درآمد خالص تجاری بوده و مستقیما بر درآمد مشمول مالیات شما اثرگذار است. در این چارچوب، درآمد ناخالص باید به طور کامل شناسایی شود و در مقابل تنها هزینه‌های قابل کسر هستند که سه شرط اصلی را داشته باشند: ارتباط مستقیم با فعالیت تجاری، معقول بودن از نظر اقتصادی و برخورداری از مستندات قابل اتکا. از منظر فنی، تفکیک صحیح بین هزینه‌های جاری و هزینه‌های سرمایه‌ای اهمیت بالایی دارد. هزینه‌های جاری به صورت کامل در هم آثار مالی قابل کشف هستند، در حالی که هزینه‌های سرمایه‌ای باید از طریق استهلاک و در طول چند سال شناسایی شوند. یکی از چالش‌های رایج اختلاط هزینه‌های شخصی با هزینه‌های تجاری و یا عدم رعایت اصل مچینگ در شناسایی درآمد و هزینه‌هاست. این موضوع می‌تواند منجر به تعدیل مالیاتی، جریمه و حتی حسابرسی دقیق‌تر توسط اداره مالیات شود. همچنین استفاده از هزینه‌های مربوط به محل سکونت یا وسایل نقلیه نیازمند محاسبات دقیق و رعایت نسبت استفاده تجاری است. بنابراین، تنظیم صحیح فرم T2125 صرفاً یک ثبت ساده نیست، بلکه یک فرایند تحلیلی برای بهینه‌سازی مالیات در چارچوب قانون است. در سام اسمارت، ما با رویکرد تخصصی به شما کمک می‌کنیم تا ساختار مالیاتی خود را بهینه کنید، ریسک‌های مالیاتی را مدیریت کنید و از تمامی ظرفیت‌های قانونی برای کاهش مالیات بهره‌مند شوید.